برادران خیلی عزیز گرامی، مادران و خواهران عزیز، من در برنامه امروز چند وقت می شود که برادرها از من خواهش میکنند که درباره جین یا مردم ما عجینه میگن، دیو میگن، پری میگن، شیطان میگن، درباره اینها یک معلوماتی برای ما بده. آیا همین جین حقیقت دارد یا ندارد؟ آیا برای چی نام ایرا جین گذاشتن؟ آیا اینها هم میخورند؟ آیا اینها هم زن و فرزند دارند ندارند؟ و همچنان درباره نفرهایی که امروز جین خانی میکنند که اینجا در بسیار شکایت های زیادی از معامله هاشون، از رفتارهاشون که بر من سوال ها می آید. حتی برادرای عزیز آگاه باشین که نامه هاتون حتی در مکتوبا می نویسن که وقتی شما میرین خانه اونها ده چی ها میگین یا چی ها طلب میکنین، حتی به نامه هاتون هم از شما شکایت میکنن. از این لحاظ من در یک ممکن صحبت یگان ساعته درباره این جین و درباره طریقی که پیامبر گرامی بیماری های جین چگونه تبابت میکرد، چی میخوان برای اونها، و همچنان جین خان باید از کدام وظیفه ها باید برخوردار باشد، کی ها میتونن که جین خانی کنن، چگونه که شریعت معین میکند که والاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. ببینین حتی کیها در محراب برای مردم میتونن که نماز مردم خوانن. یعنی هر یک نفر، برادران عزیز، شریعت اجازت نمیده برای هر کسی که در محراب ایستاده و نماز مردم خوانه. میگه حتی نفری که در همونجا باید نماز مردم خوانه اعلم بسنتی، وای باید عالم باشد. عالم به معنایی که وای از تفسیر و از حدیث و از کتاب های فقهی و از فرض و از واجب و از سنت و از مستحب و از مباح و از مکروه، از همه این آگاهی داشته باشد. علم نماز و علم روزه و علم حج و اینها را باید داشته باشد. انا همچنان شریعت هم معین کرده است که کیها باید بالای سر بیماری ها در رفته و باید از آیت های قرآن خواند. از این لحاظ من ان شاء الله برای شما از این کتابی که در پیش دارم، برادرای عزیز، این کتاب در باب دنیای جین ها در اطراف همین چند صفحه باشد. اینا که اگر حاضر من نگاه کنم، این کتاب از 250 صفحه عبارت است، تا آخر درباره جین فقط صحبت میکند. از این لحاظ من از هر جا که چیزهایی که برای شما کم معلومات داشته باشین انشاءالله آگاهتون میکنم. و از الله مهربان دعاگو هستم که برادرای عزیز شما هم در حق ما دعاگو باشین. شما هم چی برای سلامتی و چی برای بردوام بودن این صحبت ها و شما هم از شما خواهش میکنیم که شما هم در حقای ما دعاگو باشین و این صحیفه‌ای که برای شما خدمت میکنم البته از دستگیری ها هم فراموش نکنید. الله مهربان همتون حفظ کند و خداوند خاتمه همه ما و شما را بخیر کند. میپردازیم به موضوع، با دقت گوش اندازیم. یکم برای چی جین میگن؟ برای چی؟ معنای جین یعنی چی؟ جین به دلیل پنهان بودنش از دیده مردم، یعنی نامرئی میگیم که دیده نمی شود، نامگذاری شده است. یعنی جین معنای همین بود است که
وقتی چیزی که پوشیده نمیبینیش معنای جین را میتید. جین معناش یک چیزی که نمیبینیش، یک چیزی که پوشیده است، او را میگن جین. همچنان آمده است که نوزادی که در شکم مادر قرار دارد او را جنین میگن. جنین اگر شنیده باشین، همون نوزادی که در شکم مادر جنین میگن. برای چی او را جنین میگن؟ به خاطر که او در شکم مادر که پوشیده و یا دیده نمیشود، از این خاطر او را جنین میگن. یعنی با چشم اگر آدم وقتی به همون شکمی که در او الحال فرزندی هست اگر نگاه کنی باید نمیبینی، از این لحاظ باید جنین میگن. یا سپر هست، سپرهایی که مثال برای جنگ است، همون را مجن میگن عربه ها. بین انمو هم مجن هست، مجین هم میگن. یعنی وقتی که وای سپر که در دستت باشه در پشتش همه آدم نمیبینی. انا این برادرای عزیز گرد این در یک معلومات داشته باشین. معنای جین چی است؟ معنای جین هر چیزی که دیدن نشود و جین میگن. چیزی پوشیده و ناعیانه جین میگن. دیگر چیزی که من برای شما میرسانم حتی در سوره اعراف آیت 28 خداوند میگه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. الله مهربان میگه که شیطان و همدستانش شما را میبینند در حالی که شما آنها را نمیبینید. یعنی جن ها برادرها خواهر عزیز که اینا همه از نسل شیطانی، شیطان ای نسل جین خودش، جن ها ای نسل شیطان و شیطان الله مهربان از شعله آتش آفرید. خدا میگه انه یراکم هو و قبیله. شیطان همراه همدستانش یعنی فرزنداش و همنشیناش شما انسان میبینن. حیث لا ترونهم، من حیث لا ترونهم، زمانی که شما اونها رو نمیبینید. این آیت هم دلالت بر همین میکند که جین را دیده نمیشود. آیا جین از چی چیز آفریده شد؟ اگر ما را سوال کنند آیت قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره حجر آیت 27 والجان خلقناه من قبل من نار سموم. الله میگه جین را پیش از آن از آتش شعله‌ور آفریده. و اینجا باز برای روشن شدن شما برای شما میخوانم حدیثی را. امام مسلم از مادرمون حضرت عایشه نقل میکند که خلقت الملائکه من نور و خلق الجان من مارج من نار و خلق آدم مما وصف لكم. ببینید پیامبرمون چی میگه؟ میگه ملائکه ها از نور آفریده شدند و جین باشد من مارج من نار، از همون شعله که میبراید همراهش دود است، انم را مارج بین از همون شعله و از همون دودش الله میگه ما جین را آفریدیم و انسان را از آن چیزی که برای شما گفته بودیم یعنی از خاک، انسان را از خاک آفریدیم. الله مهربان میگه در سوره هجر باز آیت همین 26 و 27 ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمام مسنون والجان خلقناه من قبل من نار سموم. الله مهربان ما انسان را از لای خشک شیده آفریدیم و جین را پیش از آن از آتش شعله‌ور آفریدیم. یعنی آیت برادر عزیز میگه که از آتش آفریده شدند و همچنان اینجا گفت که من قبل یعنی پیش از انسان اول الله مهربان جین آفریده بوده است. یعنی در عالم در دنیا جین ها هم یک زمانی بودند، پیش از انسان حتی جین ها عرضی وجود داشتند. دیگر حدیث برای معلوماتاتون من اکو خونده گذشته رفتن میگیرم. این حدیث را طبرانی و حاکم و بیهقی با اسناد صحیح میارن. میگه الجن
ثلاثه اصناف، جن سه گونه می شود. فصنف یطیر فی الهوا و صنف حیات و کلاب و صنف یحیلون و یذعنون. پیامبر جن ها سه قسم جن هست. یکی از اونها میگه در فضا پرواز میکنن، یعنی یک قسمش پرواز میکنن، فقط در پروازن. یک قسم دیگهش میگه به مار و به سگها تبدیل شدگیان. و یک قسم دیگهش میگه در خانه سکونت دارن. یعنی از سه صنف عبارت بوده. میشود که قسم جنهایی است که در آسمان پرواز میکنن، قسمتی هستند که به مارها و به سگها تبدیل شدگیان، مثل مار سیاه باشد، مثل سگ سیاه باشد، مثل گربه سیاه باشد، که اکثرا میگه اینها جن هستند. و همچنان در خانه با بعضی همون حشرات ها و بعضی مثال حیوان هایی که هستند در خانه مثلا با این شکل هم هستند. خب درباره خود وجود جن، یعنی برادران عزیز، اینم از باب بگیم عقیده است. خدای نکرده اگر ما جن را منکر شویم، بگیم اینها هیچ اصلی ندارند، اینها دروغن، نعوذ بالله، آدم از دایره دین بیرون می شود. زیرا ما در قرآن حتی سوره مخصوص در باب جن داریم. یعنی چندین حدیث ها اینجا من برای شما میتونم خوانده که اثبات میکند که یعنی جن هم عرض وجود دارد. الله مهربان میگه در سوره خود جن آیت اولش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا. این اولین آیت از سوره مبارکه جنه. ای محمد، معناش با امت خود بگو که به من وحی شده است که گروه از جن به تلاوت قرآن گوش فرا دادند و گفتند که ما قرآن را زیبا و شگفتی را شنیدیم. یعنی پیامبر گرامی وقتی که با قومش در جماعت نماز بامداد میخواندند، گروه از جن آمده گوش کردند و بسیار وصف کردند که ما چی یک زیبا تلاوت را، زیبا یک سخنهای را گوش انداختیم. یعنی رفته در بین گویم همون جمعیت چون همون چیزی را که شنیده بودن برده رسانیدن. دیگر این آیت دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر هستی جن میکند. دیگر حدیثی که اینجا آمده است، امام بخاری هم امام مسلم هم میارد. انا میرسم بسم الله الرحمن الرحیم اذا سمعتم سیاح الدیک فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا و اذا سمعتم نهیق الحمار فتعوذوا بالله من الشیطان فإنها رأت شیطانا. پیامبر میگه وقتی که شما فریاد خروس شنیدین، بین الله را دعا کنین، زیرا که اون ملائکه را میبینن. و هرگاهی که اگر به شرط خر اگر هنگس کرد، صدا داد، و الله مهربان پناه طلب کنید که وای جن را میبینن، وای شیطان را میبینن. این حدیث هم بخاری است و هم مسلم است. دیگر حدیث اینجا جناب امام ابو داود میارد در سننش، میگه اذا سمعتم نباح الكلب و نحیق الحمار فتعوذوا بالله فانهن يرون ما لا ترون. پیامبر گفته هرگاهی که جکیدن سگ یا فریاد خر شد یا جکیدن سگ شد، با الله پناه طلب کنید که اینها مخلوقی را میبینن که شما او را نمیبینید. مقصد جن نمیبینن که ما نمیبینیمش. در این حالت میگه پناه با خدا کنید. این حدیث ها را من برای چی خواندم؟ به خاطر منکر جن نشوید. یکی مبادای بگین یا همه گپن، همین در گفتن در برادرها شما از دین تان بیگانه میشین. زیرا آیت قرآنم دلالت بر هستیش کرد، حدیث های پیامبرم بر وجود جن ما را آگاه کسی که یعنی بینه که حتی وای حیوان ها میبینن، فقط انسان نمیبینن. خب در اینجا یک سخنی علامه را آوردن که گفته است که شیطان
اصل و پدر جینه، همانطوری که آدم اصل و پدر بشر است. چیزی که حضرت آدم پدر همه بشریت است، همین ابلیس الا ابلیس کان من الجن، ما آیت داریم در سوره کهف آیت 50. خدا میگه الا ابلیس کان من الجن، همین ابلیسی را که خدای مهربان به خاطر سجده نکردن از گویم نزدش ملعون و مردود و مرجومش کرد، همین میگه پدر جمعی جن ها هست. یعنی همه جن ها میگه این نسل همین ابلیس هست که خداوند چگونه گفت که من را از شعله آتش آفریدم. برادرای عزیز، در مسئله چهره زشت شیطان، یعنی چهره که میگن جن ها بسیار بد شکلن، بد نمودن، اینجا این عالم آورده است که انا بسیار دارای چهره های زشتی کریه می باشند. حتی الله تعالی میگه میوه های درخت زقوم را که در عمق دوزخ، این درخت زقوم در داخل دوزخ است، حتی الله مهربان میگه این درخت زقوم را که در عمق دوزخ است در همون جا میروید به سر شیطان تشبیه کرده است. چون الله تعالی چهره بد و کریه شیطان آگاه است. خدا که میدونه یا چگونه شکل دارن، میگه همونجا ده، یعنی این میوه های همون درخت گفته است رنگ سر شیطان است. یعنی بسیار میوه های بدرو هستند. مثل آیت قرآن گوش کنین، سوره صافات آیت 64 و 65. اینها شجرة تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. زقوم درختی است که در تگ دوزخ می روید. الله میگه گویا میوه آن مثل سر شیطان است. حتی مسیحی ها، برادر عزیز، مسیحی ها میگه شیطان یک مردی سیارنگ است و بسیار ریش انبوه دارد، ابروان بسیار بلند دارد و همچنان صاحب شاخ و همچنان صاحب دنب هست. ایرا حتی پیروای بگیم حضرت عیسی مسیح میگن. یعنی با این یگان، یعنی همیشه با او صورت زشت قائلن. یعنی اونها میگن الله مهربان چگونه که در قرآن گفته است که ما فقط فرزند آدم زیبا آفریدیم، این هم یک دلیلی هست که اونها مقصد این زیباگی را ندارن. لیکن در هر شکل خودشون در آورده میتونن، لیکن اصلی صورت و اصلی بگیم که همون خلقتشان بسیار زشته، بسیار بدروه. اینجا امام مسلم از عبدالله ابن عمر حدیث را میارد، میگه لا تحر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بقرن شیطان. پیامبر هنگام طلوع و غروب خورشید نماز نخوانید، زیرا خورشید میان دو شاخ شیطان طلوع میکنه. یعنی حالتایی که ما میگیم وقتی که نو آفتاب میبراید یا وقتی غروبه، در همین حالتها نماز نخوانید که مکروه است. از دایره مذهب ما وقتی گپ میزنیم، پیامبر گفته است برای چی است همین؟ زیرا گفته است همین عبادت شما در بین شاخهای شیطان میافتد. همین حالت هم مشرکا برای خودشون حالت عبادت قرار داده بودند که در بین این شاخهای شیطان عبادت کنند. یعنی از این معلوم میشه که شیطان دارای شاخ بوده است که ماها را در حالت همین طلوع و در حالت غروب، حالت بین دو شاخ شیطان میگه سجده شما میاد، یعنی دارای شاخ هم بوده است. دیگر چیزی که از جن برای ما غذا، نوشیدن، ازدواج میگه، جن میگه یا که شیاطین نیست میخرن مینوشن. در صحیح بخاری آمده است برادرها که ابو هریره میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من دستور داد تا برای استنجا سنگ را بیارم. حضرت ابو هریره میگه وقتی حضرت قضای حاجت کرد امر کرد که برات سنگ بیار، مثلا برای پاک کردن خودشان، و فرمود استخوان و سرگین حیوان نیار. وقتی ابو هریره میگه درباره از استخوان و از سرگین که مرا من کرد که برای پاک کردن خودش سنگ امر کرد، گفتم برای چی حضرت استخوان نیارم؟ برای چی مقصد سرگین حیوان نیارم؟
پیامبر میگه وقتی پرسیدم حضرت چی گفتن؟ حدیث امام بخاری میارد هما من طعام الجن و انه اتانی وفد جن نصیبین و نعم الجن فاسألوني الزاد فدعوت الله لهم ان لا يمر بعزم ولا بروس الا وجدوا عليها طعما. پیامبر گفت که این دو غذای جن هستند که گروه از جنهای شر نصیبین نزد من آمدند. پیامبر میگه که یک گروه جن ای شر نصیبین، این نصیبینش در یمن است ولی در هر منطقه جن ها هستند. میگه از شهر نصیبین یعنی از طرف یمن نزد من یک گروه از جن ها آمدند. وقتی ابو هریره پرسید که چرا استخوان و چرا مقصد همون سرگین حیوان مرا من کردی، پیامبر همین را کردش. گفت پیش من یک گروه از جن ها آمدند و جن های بسیار خوبی بودند، بسیار جن های خوب بودند. یعنی حضرت میدید چون با آنها صحبت میکرد. آنان از من درخواست غذا کردند، یعنی از من غذا طلب کردند، طعام طلب کردند. من نیز از الله خواستم که آنها بر هر استخوان و سرگینی که بگذارند بر آنها غذای بیابند. میگم من الله را دعا کردم که خدای مهربان همین برادرای ما، همین جنهایی که غذا طلب دارند، طعام طلب دارند، همینا به پیش کدام استخوانی که بگذارند اگر در همون استخوان نام الله را برام بسم الله گفته اگر همون استخوان را بگیرند، همون گوشتی که در ابتدا داشت میگه همون گوشت به کلی در اون پیدا میشود. یا سرگینهاشون علف های حیوان هاشونه. ولی جن ها بخچون با سواره دارند، اونا هم دارای اسب هم هستند، دارای شتر هم هستند، یعنی اونا هم سواره دارند. ولی سواره های اونها انمون سرگین هایی که از حیوان ها می شود، همون ها مقصد خوراک همون حیوان هاشون است. علف اونها همون سرگینی حیوان ها هستند. الله مهربان یک علمی داره برادر عزیز که ولی بینین ما وقتی درباره این چیزها گپ میزنیم، اینجا در یک آیت پیش نظرم گذشت، من برای شما نخوندم، شاید انا اینجا آمد در سوره اسراء آیت 85 میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما یقین دانید که ما به شما بسیار علم کم دادم، همه را شما نمیدانید. میشود که گاه که در دلت هر خیل وسوسه پیدا شود برادر عزیز، احتیاط کن که خدا میگه علم بسیار من به شما را ندادم. آیت دیگری از سوره لقمان آیت 27 خدا میگه ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعد 7 ابحر ما نفدت کلمة الله ان الله عزیز حکیم. الان میگه اگر همه درختایی که در روی زمین به قلم تبدیل شود و همه دریاهایی که در روی دنیا هستند به رنگ تبدیل شود، با 7 دریای دیگر در این دریاهای امروزه آمده اینها هم رنگ شود و آن چیزی را که من آفریدم با این رنگ ها با این قلم ها اگر نویسانده شوند، تا حال هم آفریدگان الله مهربان به پایان نمیرسد. و الله گفت که آخر ده که الله بزرگ خودش بسیار هم عزیز گفت و هم حکیم گفت. یعنی این چیزهایی هست برادرای عزیز که عقل ها نمیگیرش و علم اینها را هم ما درک کردن نمیتونیم. برای ببینید سرگینی مقصد حیوان علف حیوان ها شونه، استخوان میگیرن بسم الله میگن، همون گوشتی که در اول بود همون گوشت در همون از او زایدتر پیدا میشود و این جن ها چیکار میکنن؟ او را تناول میکنن. در صحیح مسلم از عبدالله ابن مسعود آمده است، میگه اتانی داعی الجن، پیامبر گفته فذهبت معه فقرأت علیهم القرآن. میگه یکی از دعوتگرهای جن پیش ما آمد. ولی در بین جن ها نمیشه ما دعوتگریم برای مردم، برای جن ها هم دعوتگرها بوده است. این پیامبر ابی نقل کیسه میگه دعوتگرشون پیش ما آمد، پیش من آمد، همراه با او رفتم، قرآن را برای آنها تلاوت کردم. حتی عبدالله ابن مسعود میگه وقتی دیر کرد، راوی همین حدیث عبدالله ابن مسعود میگه وقتی دیر کرد خیلی کوفتیمش، حضرت نیافتیم. پگاه در مقصد حضرت دیدیم، گفتیم حضرت امشب برای ما بسیار شب وزمین بداخی، ما چه شب سپری کردیم نمیدانیم، ما شما را گفتیم ای دست دادیم یا فکر کنیم اون جن ها بردن شما را به قتل رسانیدن. پیامبر گفت نه، گفت دعوتگرای جن ها بودن، من اونها در رفته قرآن خواندم.
حتی میدونید در اونجا چی را خوانده است؟ میگه سوره الرحمن خواندم. وقتی پیامبر اون میگه سوره الرحمن در مسجد خواند، همه خاموش گوش داشت. بعد میگه پیامبر گفت ای وقتی من سوره الرحمن در بین جن ها میخواندم، در هر یک آیتش که آمدگی است که کدام از نعمت خدا را شما دروغ میشماره. حالا ببینید در سوره الرحمن در هر یک آیتش همین تکرار میشود که کدام از نعمت خدا را شما دروغ میشماره. میگه وقتی من در همینجا میرسیدم، تمام جن ها میگفتن ای الله بزرگ، ما هیچ نعمتی تو را دروغ نمیشماره، یعنی همه آن چیزی که تو گفتی همش حق است. میگه صحابه را گفت شما چرا خاموشین؟ چرا شما سخنی را که جن ها گفتن شما نمیگین؟ دیگر برادران عزیز، حدیثی که الحال من برای شما میخوانم از حدیث های بازمو جناب امام مسلم هست. پیامبر میگه اذا اکل احدکم فلیأکل بیمین و اذا شرب فلیشرب بیمین فإن الشیطان یأکل بشمال و یشرب بشمال. این هم یاد گیریم برادران. هرگاهی خوراک خوردی به دست راست بخور. هرگاهی که آب نوشیدی نمیگرفتی به دست راست بنوش. زیرا میگه شیطان یا جن بگیم به دست چپ میخورد، به دست چپ مینوشد. دیگر حدیث برادران عزیز، اذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء. برادران عزیز، اینجا چی میگه؟ میگه هرگاه انسان وارد خانه شد بسم الله را بر زبان جاری کنه. همین خانه در که در آمدید بسم الله الرحمن الرحیم بگو و الله را یاد میکنی. که مقصد بسم الله که گفتی و هنگام غذا خوردن بسم الله را بر زبان جاری کن. دست که دراز کردی بسم الله الرحمن الرحیم بگو بخو. ببین بسم الله الرحمن الرحیم بگو، خانه دا بدرا. میگه وقتی همین کارا که کردی شیطان با لشکرهاش با همنشینای خود میگفت است که برای شما در این خانه نه غذا وجود دارد نه جای خواب. ببینید یعنی نه غذا داره نه جای خواب. اگر به شرط یکی از امیر ترک کنی در یکی شیطان با تو شریک است. مثال وقتی خانه در آمدی و بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی، الکی برای جای شیطان بگیم یک گستین سر یک جای خواب تامین کردی. اگر بسم الله را گفتی و لیکن آمدی تام خوردن در نگفتی، برابر تو خوردن بگیرم. برای همین پیامبر گفته است وقتی خوردن وقتی در آمدن بسم الله الرحمن الرحیم فراموش نکنید. آیا جن ها تولد میکنن یا نمیکنن؟ اینجا برادرای عزیز، اینجا هم حدیثی داریم امام نسائی میارن. میگه پیامبر اون این الجن یتوالدون کما یتوالد بنو آدم و هم اکثر عددا. پیامبر گفت جن ها هم تولد میکنن، یعنی اینا هم خانه‌داری میکنن، اینا هم تولد میکنن، لیکن عدد جن از عدد آدم این زیادتر است برادر عزیز. خلاص اینها همه فهمیدیم که جن ها ارزی وجود دارن، هیچ وقت منکر جن باید نباشیم. و همچنان شما بینید که درباره عمرشان، یعنی شیطان ها هم رنگ انسان ها عمر دارن، میبرن اینا. فقط ابلیس که پدر جن ها هست، چگونه که در آیت قرآن در سوره اعراف آیت 14 و 15 بینیم میگه قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. وقتی که شیطان رانده کرد گو خدایا دعا کرد گو الهی مهربان تا روز قیامت مهلتم نمیتی؟ گو تا روز قیامت برای تو مهلت. فقط عمر شیطان معلوم است که این تا روز قیامت نمیبره، یعنی پدرشان. ولی اینهایی که اگه نسل‌های زیاد شدن یا که هر کدامش رو رنگ انسان واری الان میگه کل من علیها فان، همه شما نابود میشه، همه تون مرنده هستید. لیکن عمرهای دراز دارن. نظر به عمر آدم، عمر جن برادر عزیز خیلی زیاد است. خب دیگر چیزی که از اینها من برای شما برسانم، تغییر دادن شکل. برادر عزیز،
جین میتواند میگه خود را به شکل انسان حیوان در آورد. جین میتونه در شکل آدم، در شکل دل خود آدم خودش در آورده میتونه، در صورت هر کس خودش کرده میتونه، حیوان هم کرده میتونه، پرنده هم کرده میتونه. خداوند همین توانایی را بر جین ها دادگیه. حتی ببینید یک دلیل من بیارم. میگه شیطان در ماجرای غزوه بدر، اولین بگیم غزوه‌ای که مسلمان ها کردن و پیروز آمدن، که همگی مسلمان ها 313 کس بودن، لیکن مشرک ها از 1000 هم زیاد بودن. اینا هیچ هم نداشتن، اسباب جنگی هم نداشتن، اون مقداری که اینا داشتن هیچ باور هم نبود که با این پیروز می شود. میگه در همون حالت همین شیطان خچه به صورت سراقه ابن مالک در آورد. میگه نزد مشرکا آمد، آنان را وعده پیروزی و کمک کرد. سراقه ابن مالک قطعی صورت همین شیطان در آمد پیش همین قوم مشرکا و گفت که حتما شما پیروز میشین، با ما کمکتان میکنم، دستگیریتان میکنم. مقصد بیاین قطعی همین محمد و هممسلکان محمد بجنگین گفت. ولی در سوره انفال آیت 48 و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. زمانی که میگه شیطان کارهایشون رو پیش دیدگانشون میآورست، میگفت که امروز هیچ کس نمیتواند که بر شما پیروز شود. هیچ کس، الله گفته میگه همین شیطان گفته در صورت همین سراقه ابن مالک، هیچ کس بالای شما پیروز شدن نمیتواند، شما دست بالا میشین، ما همیشه در پهلوتونیم. اما وقتی که میگه سپاه اسلام لشکر کفر با پیکار همدیگر رفتن و شیطان فرشتگان را دید که از آسمان فرود میآیند، با کافران پوش کرد و پا به فرار گذاشت. در سوره انفال آیت 48 اگر ببینیم، وقتی میگه اینها با یکدیگر دست به گریبان شدن، جنگ بدر آغاز شد، شیطان میگه نگاه کرد که ملائکه ها از آسمان میفرویند و به حیث همون عسکرهای پیامبر در مقابل مشرکان میجنگند. این شیطان دید، این که مشرکان نمیدیدن، شیطان میدید لیکن اینا را. بعد چی گفت؟ بعد گفت که فلما تراءت الفئتان نکس على عاقبیه قال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف الله. بعد میگه وقتی که گرفت گفت من شما بیزارم، گفت من دیده استم آنچه را که شما نمیبینید. ببینید برادر عزیز، اینم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت شیطان خودش در هر صورت در آورده میتونه. اینجا میم یک قصه اخیر من میخوانم و بعدا خدا خواهد باز دیگر چیزهایی که در پیش من است او را میگم. داستان عجیبی هست. میگه ایرا امام بخاری میارد و ابو هریره میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در گویم یک بیت المال که جای زکات، جای صدقه فیتر همونجا نگهداری میشید، نگاه و بینش و کلیدش هم در دست حضرت ابو هریره بود. شخصی میگه آمد و مشت های پر از گندم برداشت. یک شخص میگه آمد همینطور خواست که از همون مال مسلمان ها که در اونجا گندم هم بود، اونجا خرما هم بود، خواست از گندم چیزی بگیرد. دستش رو میگه گرفتم و گفتم با الله سوگند تو را نزد رسول الله میبرم. گفت خانواده من زیاد است و من نیازمندم. ابو هریره رو رها کرد. بعد میگه گفت ابو هریره گفت مرا ببخش که من بسیار آدمی کم بغلم، کم بضاعتم، اولاد بسیار دارم، مرا پیش رسول الله نبر. میگه رهاش کرد. گفت خیلی برا گفت مقصد کار دیگه بار تکرار نکرد. صبح شد، میگه وقتی سحر شد، این شب دیگه روز بعد رسول الله از من پرسید دیشب زندانی رو چی کردی؟ دیشب اون مردی که پیشت آمد، مقصد حضرت با نور نبوتش میفهمید، میدید. گفت چی کارش کردی او را؟ عرض کردم که نیاز شدید و فرزندان بسیار عنوان کرد، به حالش ترحم کردم، او را رها کردم. گفت یک کس همونجا آمدی که خواست گندم ها برداشته بود که میبرد که
گفتم که نه کار نکو، پیش رسول الله میبرم. بسیار زاره و تولا کرد، کمبغل به دست رهاش کردم. رسول الله گفت که دروغ گفت، دوباره برمیگردد. گفت تو دروغ گفته ولی امشب هم میام. میگم شب نشسته بودم، میگه که بار دیگر آمد، با برداشتن همون گندمش میگم مشغول شد. بعد دستاشو گرفتم و گفتم تو رو پیش رسول الله میبرم. گفت همون گپش تکرار کرد، بسیار زاره و تولا کرد. این دفعه هم گو رهاش کردم. سحر گو رسول الله پرسید چیکار کردی؟ آمد؟ گو آمد. چی شد؟ گفت با همین گپ زد. گفت دروغ گفته است، امشب میاد. امشب هم میگه بود. نگاه کردم که آمد. این دفعه گفت که دیگر رهاش نکردم. گفتم این دفعه تو من پیش رسول الله میبرم. این دفعه میگه بسیار زاره کرد. گفت که من یک کلمه نشانت میتونم، اگر همین را به خودت حفظ کن و پیش از خوابت همین را بخوان، تا روز یگان جین، یگان ضرر جینی به تو نمیرسه. اون یکی در عوضش من را رها کن. گفتم میلش خیلی چی ایو؟ گفت همین آیت الکرسی را بخوان. رهاش کردم. میگه سحر پیش رسول الله اومدم. گفتم که حالا میای؟ گفت که انا او مسئله نیاز داشتنش و مسئله بیچاره بودنش دروغ بودو، لیکن همین سخنش که آیت الکرسی را بخوان تا از دست جین ها رهایی میاوی، اینش حقه، اینش راست گفته. بعد میگه گفت دانستی که همون کی بود؟ ابوهریره گفت نه ندانستم، که نشناختمش. گفت او جین بود. اون جین بود که مقصد نزد تو آمد و همین معامله را بر تو کرد. برادر عزیز، اینا همه دلالتگر بر اینند که یعنی جین ها وجود دارند. اگه برادر عزیز اینجا دا شما اگر به شرطی که من یک دو برای فهمیشاتون آگاهی پیدا کنید که ابو داود و ترمذی حدیثی را میارن، شما از خانه تو وقت بیرون میبروین، اگه برای حفظ خودتون از ضررهای جینی باید چی کار کنید؟ نمی سحر خو کار دم میبروی، بار دم میبروی، خلاص همین در خانه وقتی بیرون میشه، پیامبر نازنین ما را درس دادگیه، ما را فهماندگیه که از ضرری ما چخیل خلاص میشیم. گوش کنید. میگه اذا خرج رجل من بیتی، وقتی که میگه مردک از خانه بیرون شید، فقال بسم الله، ایرا از یاد کنید، بگین بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. همین را بگین بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. همین را بگو. وقتی ایرا میگوی چی میشید است؟ یقال حینئذ هدیت و کوفیت و وقیت. میگه برای تو چی گفته میشود؟ هدیت و کوفیت و وقیت فتنحى له الشیطان. برادر عزیز، میگفته است که هدایت شدی. وقتی که همین را تو میگوی بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، این از الله مهربان میگفته است هدایت شدی. الله تعالی برای تو کافی است. الله برای تو کافی است، یعنی تو بسنده الله. و تو خود را سه چیز گفت. هدیت هدایت یافتی، کوفیت خدا تو را بسنده است، و وقیت سیمش است و الله تو را از شر شیطان حفظ میکند. اینا برادر عزیز، هر باری از خانه بیرون شدین اینا گوین تعلیمات دین مونای، تعلیمات پیغمبر نازنین مونای، ان شاء الله تا گشته آمدن یگان زیان نمیشه. دیگه من قال، کسی بگه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، در یک روز 100 بار. برادرها گوش کنید. من قال، کسی بگه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، همین 100 بار بگو. كان له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ويحيط عنه 100 سيئة وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. برادران، پیامبر گفت هر کسی همین کلمه را بگم، همین کلمه که من در بالا برای شما گفتم، ثوابش چیه؟ به اندازه آزاد کردن 10 غلام با او پاداش میرسد. یعنی 10 تا غلام از غلامی آزاد کردن، میدونید چقدر ثواب داره؟ ثواب این را در نامه اعمالت خدا مینویسد. ببینید و 100 نیکی بر تو نوشته می شود، 100 بدیهات از نامه اعمال دور می شود و در اثر این کلمات آن شخص از سحر تا بگه از ضرر جن ها نگه داشته می شود.
برادر عزیز، این بهترینی به خدا معلومات است، بهترینی هدایت است. اینمی بیماری هایی که میشین، اینمی زاره و تولایی که بعضی کس ناکس میکنین، آخه این تعلیمات دینوان. از همین ها استفاده برین، انشاءالله یگان زیان ضرر نمیشود. و هر کسی که جوانایی که هستین، خواهرایی که هستین، وقتی پیش از هم خوابگیتون، شما وقتی که در بگیم که آرزوی فرزنده که خدا فرزندتون بده و او فرزند باید چه فرزندی خوب بیاید، پیامبر گفته است وقتی که گفته همین نزدیکی که کردین، شما باید بگیم بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. امیر بگو بسم الله بگو اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. به نام تو ای الله، ای باری خدایا، دور گردان از ما شیطان را و دور گردان شیطان را از این نعمتی که برای ما میتی، یعنی فرزند. همین را به زبان تاجیکی هم که بگین انشاءالله خیر دارد. این بود برادرای عزیز در اطراف نام جین. آیا جین ها یعنی اونها هم مکلفن، اونها رنگ انسان ولی عقل دارن، اونها هم زندگی دارن، فرزند دارن، خانه دارن. ما دیدیم که لیکن در جایها و منزلها و مکانهاشون کجایی اگر افلاسی زیاد باشد در همونجا جمع میشوند. برای چی وقتی میگفتن که بچه‌م اگر خاکستر باشه بالای خاکستر قدی نره، خاکسترها را نجا، یعنی شب بر بالای غجدی ره نگرد. چرا در اون حاجتخانه میگروین؟ مثال شما را ببینید که در اون حاجتخانه دعا میکنین. چی دعا میکنین؟ دعای تاجیکی کنین. خدایا مرا از شری یا از ضرری جین‌های ماده و نر نگه دار. یعنی معلوم است که جین‌ها در حاجتخانه هم هستند. کجا یک جای بوی بده، کجا یک جای افلاسی است، در اونجا شیطان‌ها هستند. در کجایی که جای معصیت است، در کجایی که جای گناه است، در کجایی که اونجا قهر و غضب خدا هست، اونجا شیطان هست. در اونجا شما از خدا پناه طلب کنید. پس معلوم است که خانه اگر تازه باشه، ببینید خانه‌ای که خوشبوی باشه، ای خانه خوشبوی جین بسیار میگریزد، بوی خوش بد میبیند. حتی آدم اگر شب غسل کنه و خوشبویی کنه، خواب کنه، شیطان او را کار نمیگیره. ببینید برای این بود که حتی توصیه دین همینه که پیش از هم خوابه شدن میگه با خانومت شما باید برین هر دهتون آوازی کنین، بوی خوش کنین، بعد هم خوابگی کنین. حتی برای فرزندی خوب میگه همین تاثیر داشته است. هم ضررهای جین هم به شما نمیرسه وقتی دستاتون بوی روغن میکنن. برای چی در حدیثی که من خوانده بودم که گوشت شتر نمیشکنه طهارت، لیکن مقصد او چی بود؟ مقصد اویی بود که گوشت شتر که روغنش زیاده، بوی که داره، حضرتان دستاتون رو بشویید. زیرا این که وقتی آدم دستش روغن داشته باشد، شیطان همون دستی همون را یا سری همون را یا بدنهای لوچه که شما خواب میکنین، میگه شیطان همون جای لوچه میساس میکنه. او که میساس کرد، میساسی او زیان داره، میساسی او ضرر داره. برای این حرکت کنین که جاگاه خوابتون تازه باشه، حرکت کنین بدنهاتون ببوی باشه. انمی ای خوشبویی. برای چی پیامبر این خوشبویی را دوست می‌داشت؟ یک فایده شده میگه که جن‌ها به شما ضرر نمیده. لباساتون کار کنین ببوی باشد، زیر کشاتون ببینین، زیر نافاتون ببینین، همه را تازه کنین. خود از جن ای تازگی بسیار بیزاره. آدمی تازه قد سر کار نمیگیره. برادرای عزیز و گرامی، اینجا در یک چند قصه های هم در باب خواندن پیامبرمان بیماری های جنوره را میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار بیمار میخوند، یک بار میخوند، در همون یک بار خواندگیش دیگر همون جینی که در وجود همون بود و دیگر هیچ وقت بر نمیگشت. ولی سبب ها و علتاش میگم. برای چی؟ برای چی امروز میخونه یا شفا نمیابی یا میخونه هم یک ماه دو ماه اگر یه سلامت با هم کسل با مبتلا میشه. یعنی اینجا گناهگار کیه؟ چرا پیامبر یک بار میخوام و همین تمام. میگه دختر واضع ابن زارع ابن عامر عبدی از پدرش روایت کرد که پدر بزرگم زارع
پسری خود یا پسری خواهرش را که دیوانه بود نزد رسول الله آورد. وقتی نزد رسول الله رسیدیم عرض کردم که من پسرم را که مجنون است پیش شما آوردم، همین بچه که من دیوانه شده است، حضرت امیر من پیش شما آوردم تا در حق این دعا کنید. رسول الله فرمود که او را نزد من بیار. میگه ما در حالتی که در مرکب سوار بودیم، میگه لباسای تازهش کردم، میگه این حضرت زاره و پسر رو میگه در نزد پیامبر گذاشتم. رسول الله میگه خطاب به پسر بچه فرمود و من نزدیک شدم، گفت پیشم بیا بچه که فیرات کرد اینجا بیا. گفت رسول الله میگه پشتی او را به طرف من کرد، پشتی بچه که طرف پدرش گردون و پیرامون لباسهایش را در دست گرفت و بر پشتی او میزد، در پشتی همون بیمار پیامبر میزد و چنان دستی خود را برای زدن بالا میبرد که سفیدی بغل مبارک رسول الله را میدیدیم. یعنی این پدر چی میگه؟ میگه وقتی که میگه همین بچه که میگه کسر دیوانه کشیده بود، مجنون کی بود، یعنی جنوره کشیده بود، حضرت میگه خیلی دستش بلند میبرداشت که یعنی تو اگر آدم دستش بلند نبرداره زیر کشش نمیتوه. میگه همون سفیدی تگی کش پیامبر ما ای حساب بلند برداشتن دست بلند میبرداشت و در پشت بیمار میزد. ها که ببینید و سفیدی بغل مبارک رسول الله رو میدیدیم و فرمود اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، ای دشمن خدا بیرون شو، ای دشمن خدا بیرون شو. یعنی شما یک چیز فراموش نکنید که علما میگن که وقتی که همون آدمی که جنوره باشه وقتی میزنش همون دعا خون بگیم مثل که پیامبر، او انسان ایرا احساس نمیکنه، او جین میزنه، او انسان او درد احساس نمیکنه. همون زدنی که مثال اگر با همون بلند برداشتن اگر انسان احساس کنه میدونی رو داد دوایش میبره و پیامبر همون جین میزده چیش بگفت ای دشمن خدا بیرون شو، ای دشمن خدا بیرون شو. میگه پسر بچه باهوش و حواس با پیرامون خود نگاه میکرد، نگاهی که با نگاه پیشین بسیار متفاوت بود. میگه بعد یعنی میگه اصلا همین آدمای جنوره را اگر ببینه چشماش دیگه خیلی، نگاهش دیگه خیلی. میگه بعد همین گپ میگه وقتی که بچه میگه خوب شد سوز شد تماما نظر و نگاهش دیگه خیلی شد، یعنی نقص شد، خوب شد. سپس رسول الله را میگه در جلوی خود نشان، برایش دعا کرد، دستی مبارک رو میگه به صورتش کشید و در میان کسی بهتر و باهوشتر از رسول الله پیدا نمیشد. میگه بعد در بغلک شینانده شد، دستش گرفت در بالای همون صورت بچه میگن تمالید در حقش دعا کرد و از او دا میگه دیگه بچه باهوشتر و از او دا بچه هوشیارتر دیگر میگه در اطراف یافت نمیشد. یعنی از پیشینش دا دیده همین بچه خوبتر و بهتر و سازتر شد. خب در مسند ابو یعلای ابن مره یک روایت هم میارن، میگه که در سفر میگه با رسول اکرم بودم، در راه میگه زنی را دیدم که نشسته بود، کودک همراه داشت. زن میگه با زمانی که پیامبر را دید میگه عرض کرد که ای پیغمبر خدا این کودک دچار بلا و آفت شده است و ما رو هم گفت گرفتار همین بلا کرده است، معلوم نیست که روز چند بار بیهوش می شود. رسول الله گفت که او رو نزد من بیار. زن کودک رو میگن نزد رسول الله آورد. رسول الله او را جلوی خود سوار کرد و دهانش را باز کرد. 3 بار میگه در دهانش میگه آبی دهانش را پرتافت. بسم الله انا عبدالله اخس عدو الله. برادر فرزندک میده بود، حضرت بالای خر سوار بود، میگه در دستش گرفته شد. همین زمان میگه 3 بار کودک اگه دهن تبک شد، در دهن کودک میگن که آوی دهنش پرتو حضرت بچه گفت بسم الله انا عبدالله اخس عدو الله، به نام الله مهربان من بنده الله هستم، ای دشمن الله بیرون شو. حضرت همچنان کردن. میگه سپس رسول الله کودک رو به مادرش داد و گفت وقتی برگشتم من یک جا رفته استم، برگشتم گفت جوابش برای من بگو. وقتی میگه از او طرف گشته آمدیم همون زنه قطعی همون کودک میگه بودو گوسفند میچران و در همراه خودش میگه 3 گوسفند آورده بود. میگه رسول الله از رسول الله تشکر کرد، ای حضرت بسیار بسیار راضی کرد که بچه‌م گفت از پیشینش دیده بهتر شده است، لیکن همین 3 گوسفند برای طفیل همین شما آوردم.
میگه حضرت یک گوسفندش گرفتن و دو گوسفند دیگرش گردونده دادن. خیلی حضرت اکو رحمش انصافش دیگه بود. اگر سه تبته شاید که بوی کمه حضرت چخیل شدیم آخی بون وزی ما که در اختیار نفس مخه یک تکش گرفت تشکر گردون و برای ما در اینها رو مقصد در زندگی خود صرف کنم. همچنان برادرای عزیز حضرت عثمان ابن ابی العاص میگه زمانی که رسول الله مرا در طایف مأمور کرد در نمازهایم چنان دوچار وسوسه شدم که نمیدانستم که چند رکعت خواندم و چند رکعت باقی مانده است. دائم یک وسوسه داشتم، نمیدانستم چند رکعت میخوانم چند رکعت نمیخوانم. برای حل این مشکل میگه به نزد رسول الله آمدم. گفت تو ای ابن ابی العاص، تو ابن ابی العاص هستی؟ میگه وقتی دیدم گفتم آره. فرمود برای چی آمدی؟ عرض کردم پیامبر خدا در نمازم دوچار مشکل میشم، حتی قادر به حفظ تعداد رکعت نیستم، نمیدونم چند رکعت خوندم. گفت این کار شیطان است، نزد من بیا. گفت پیش من بیا. نزدیک رسول الله رفتم، روی دو زانو نشستم. رسول الله دست مبارک رو به سینه من زد، همین پیش برنده میگه به دستش زد و آب دهان مبارک رو در دهنم انداخت، آب دهنش در دهنم پرتافت. فرمود ای دشمن الله بیرون بیا. این جمله رو 3 بار تکرار کرد. سپس گفت برو کارت رو انجام بده. میگه تا زمان حیات بدون هیچ وقت دیگر بیمار نشیدم. برادرای عزیز این بود بعضی اکو گوییم قصه هایی که در این باب آمده است. من به توفیق بتم الله مهربان آنچه را که گفتم به خاطر خدا گفتم. الله مهربان همه جنخانه های ما را از این فرموده هایی که من جمع کردم از کتاب توفیق عمل کردن نصیب کنه و خداوند ای شر را از عذاب و مشکلات این جن ها همه ما شما را نگه بداره و خدای مهربان توفیق منتید که ما هم برای آنه که این جن ها ما و شما را زلال نتیان پای به طهارت خواب کنیم، پای به طهارت بگردیم، نمازامون ادا کنیم. دائم این چیزایی که گفتم نه تنها برای جنخانه ها برای هممون مهمه، اینها را رعایت کنیم. برادر عزیز الله تنی صحتتان بده، ایمان کاملتان بده. الله مهربان هر جا باشین در پناه رحمت و عصمتش نگهبانتان باشد. السلام علیکم.